نیمه‌نهایی جمع 90 کیلو وزن جمع 90 کیلو حالا پهلوانان موفقی که تا این مدت کامیاب شدن به مرحله نیمه‌نهایی برآمدن اندر میدان میشوند. تعداد مخلصان چون گفتیم از ابتدا که بیش از 10,000 نفر را تشکیل میکند. مؤسسه دولتی نوروزگاهی پایتخت قبای ادانه به بر دارد و با توجه دوستان عزیز میرسانیم که البته باز هم جالبترین سبقت‌ها بهترین نیروسنجی های تاریخی را امروز ما خواهیم دید. شبکه ما را ترک نکنید. دو واخوری نیمه‌نهایی دیگر باقی مانده است. تیمور رحیموف با شاهرخ امیرخانوف حالا به میدان میبرایند. استاد ورزش درجه بین المللی و برنده مدال نقره چمپیونات آسیا و جایزه دار مسابقات گراند پری مراکش در گشتین جودو تیمور رحیموف. شاهرخ امیرخانوف پهلوان کلاب شهر در واخوری 4-1 نهایی فردوس نسیموف را مغلوب کرد و به این مرحله برآمد. و تیمور رحیموف هم خیلی در مقابل خورشید مجیدوف مبارزه سزاوار برد. در میان ستاره های سامبوی سیاره مقام پنجم این بزرگترین دستاورد جودوی تاجیک تا کنون محسوب می‌یابد که تیمور رحیموف این نتیجه را به دست آورده است. حرکت هر دو پهلوان هم پرشدت‌تر صورت میگیرد. باز هم شاهرخ امیرخانوف ببینید رجوع میکند بر روندی مسابقات جالبیت دیگر را ضم کند. ببینید که خیلی و خیلی هم لحظه حساس حالت‌های پرشدت. تیمور رحیموف با یاری تعجیلی تیبی نیاز دارد که بینیش خونشور شد. توجه میکنیم البته از کارگردان خواهش میکنیم که همین لحظه را همین حمله آخرینه که شاهرخ انجام داد منظوری ما کنند که بسیار هم مبارزه پرشدت بود و چگونه این حالت به وقوع پیوست از نواری تکراری میتوانیم این لحظه را ببینیم. البته ما رو سلطان برزودیوف میشنوند. توجه میکنیم همین لحظه را یک بار دیگر منظوری ما کنند. حمله آخرین کوششی زیادین سفرов را بله که این فرصت چگونه به وقوع پیوست. در مبارزه اگر اشتباه نبود نه این حالت نه بله در مبارزه در جریان مبارزه این حالتی که چنین می نماید که دستی شاهرخ بر روی تیمور رحیموف افتیده باشد اندکی به یاری تعجیلی تیبی نیازمند بود. یگان اشتباه ما ندیدیم. همه طبق قاعده طبق نظام درستی مسابقات الان جریان دارد. باور خوجندی جفت داوری درجه جمهوری از ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهرخ امیرخانوف در مقابل فردوس نسیموف غلبه به دست آورد و این توجهی که ما دوباره به این سمت کردیم به خاطر همون لحظه که چگونه به عمل آمد. یگان اشتباه نیست. رقابت ادامه می‌یابد. واخوری اولین نیمه نهایی وزنی جمع 90 کیلو. واقعا هم شاهرخ گوشین گرفته ایستاده است نسبت به دیگر رقابت هایی که شاهرخ انجام داد. امروز بسیار هم با جد و جهد بسیار هم دلپرانه با شوق با ذوق تام حرکت دارد. اگر قبلا هم چنین گوشین میگرفت حالا ما این چهره را در منبر افتخاری مسابقات
بیرون از تاجیکستان میدیدیم. اما توقفی اندک بیشتر هم بر رفت مبارزه شاهرخ امیرخانوف 2 سال قبل تاثیر هم رسانیده بود. امیدواریم که امروز ما باز هم تنطنه نوروز رو با سبقت‌های جالب خواهیم دید. آگاهی به شاهرخ امیرخانوف داده شد. اشاره میکنه دست پیشی بر میبرد. این در گوشین ملی که قبول دارد، یگان جای اعتراض نیست. تیمور رحیموف پهلوان سفید پوش توجه میکند اکنون به عملی دیگر، چگونه در مقابل چمپیون جهان در مسابقات با نفوذ گرند اسلم موفق شد و در مبارزه با جایزه داری بازی های المپی. و واقعا هم تیمور مرحله به مرحله به همون مسابقات با نفوذترین سیاره بازی های المپی توکیو نزدیک می شود. مبارزه جریان می گیرد. شاهرخ امیرخانوف این لحظه توجه کرد، دفاع هم نمود، اما خوجندی جو اشاره میکند که کمربند رو البته درست‌تر کنید. این مربی تیمور رحیموف است در ناحیه رودکی، مشق ورزی که پهلوان میکند. البته بسیار هم برای ما نمونه عبرت است. ما از این چهره در المپیاد هم امیدواری های زیاد داریم. به همون مرحله واردشوی المپیاد خیلی نزدیک است. باز هم مسابقات دیگری گران پری و گرند اسلم این چهره سرشناس جودوی کشور را انتظار است. و شاهرخ امروز گوشتینی خوب گرفت. براستی نسبت به دیگر مسابقه هایی که شاهرخ رقابت انجام میداد، با زمی همه آن مشکلی که دارد، یعنی تمرینی پیوسته ندارد، امروز خیلی هم ایستادگری کرد و جرأت و توان خود را نشان داده توانست. تیمور اندکی فعالتر شد. اگر چنین کوشش ها باز هم به نظر رسند شاید جریان رقابت رنگی دیگر گیرد. تیمور حالا باز هم رجوع میکند که از بالا داشتن را فراموش نکند. به حالی که بیرون تا جای ما میدونیم بیشتر و زیادتر اعتبار میدهد و پیشپای خیلی نتیجه بخش شد در مجموع. با همون عملش هم در اکثر مسابقه ها موفق شده است. شاهرخ آگاهی دارد در صورت نتیجه بخش سامان نیافتن این واخوری، الکی تیمور برتری این رقابت رو میتواند که به دست آورد و اولین شده به فینال براید در وزن جمعی 90 کیلو. وقت هم سپری می شود. شاهرخ دفاع می کند. تیمور رجوع می کند در این روند که اندک بهترش وقت سپری شود و با توانمندی و نیروی قوی تیمور رحیموف نگاه نکرده شاهرخ امروز خوب هنرنمایی کرد. براستی فضای ایدانه است، فضای جشنی است. ایدی با شکوه نوروز بین المللی در تمام مناطق کشور تنتنه دارد. باز هم مسابقات دیگر ما رو در پیش است. در دهه چلچه ناحیه تیمور ملک روز 28 مارت تنتنه نوروز با مسابقات گوشتین ملی گوشتینگیری صورت میگیرد. 2 جایزه پهلوانان را انتظار است. در ناحیه تنبیه به شاهرخ امیرخانوف در ناحیه عبدالرحمن جامی روز 27 مارت و در همین روز 27 مارت در
деҳоти даҳанаи шаҳри Кӯлоб мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор мешавад ки инҷо ҳам мукофотҳои олӣ паҳлавонони муваффақро интизор аст. панҷаҳои Шоҳрух Амирхонов андаке осеб диданд. духтур ба ӯ кӯмак мекунад. вақти нерӯсанҷии варзишгарон инҷо ҳам нигоҳ дошта мешавад. мураббии Темур Раҳимов ишора мекунад дар ин раванд ки андаке боз ҳам фаъолтар бошад. дастовардҳои Темур Раҳимов чун гуфтем ки шоёнанд, хеле зиёданд. имрӯз ҳам фазои рақобатҳои паҳлавонон буд. бисёр иқлими мусоид барои варзишгарони кишвар ки ҳунарнамоӣ кунанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ воқеан ҳам имрӯз як фазои идонаро барои мо муҳайё карданд. теъдоди мухлисон, ҳаводороне ки дар ин лаҳзаҳо мебинем хеле ва хеле зиёданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки варзиши суннатии мо гӯштингирӣ маҳбубияти хоса дорад дар майни омма ва ҳаводоронаш хеле зиёданд. бидуни таблиғ, бидуни даъват аллакай ин мухлисони ашадии гӯштини миллӣ медонанд ки ҷараёни рақобатҳо кай, дар куҷо, чӣ гуна сурат мегирад ва боз ҳам дар кадом манотиқи кишвар мусобиқаҳо доир мегарданд. бо ҳамин тартиб рақобате ки чун поён ёфт, бо ҳамон танбеҳи Шоҳрух Амирхонов, Темур Раҳимов ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи финалӣ баромад. ман фикр мекунам ки имрӯз Шоҳрух Амирхонов хеле сазоворона рақобат кард, новобаста аз бохташ, ва Темур Раҳимов имрӯз ҳам дар муқобили ҳарифи қавӣ ва гаронвазнаш хуб истодагарӣ карду натиҷаи дилхоҳашро ба даст оварду майдонро тарк намуд. охирин қувваозмоии нима ниҳоyии мусобиқаи имрӯза